به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه امروز در بیان احکام قربانی است، احکام فقهی قربانی که از شعارهای دین مبین است، قربانی که محبوب ترین عملهای بنده در ده ذوالحجه محسوب است. در حدیثی که امام ابن ماجه آن را روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الى الله تعالی من حراقة دم. بنده مؤمن در روز نحر، یعنی در روز دهم ذوالحجه که روز عید قربان معروف است، هیچ عمل محبوب تر از قربانی نکرده است. یعنی بهترین عملی که بنده مؤمن در این روز میتواند انجام دهد این حراقة دم، یعنی به خاطر خدا قربان کردن چاروا است. و این الدم لیقع من الله عز وجل بمکان قبل ان یقع علی الارض. آن خون قبل از این که به زمین جاری شود نزد خداوند جایگاه عظیمی را کسب خواهد کرد. فطیبوا بها نفسا، یعنی شما به دل کشاد، به یک شادی و فرح این عبادت را انجام دهید. در حدیث دیگری که آن را امام احمد حنبل و امام ترمذی و ابو داود روایت کردند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به دخترشان فاطمه گفتند: قومی الی اضحیتک فشیدیها فانه یغفر لك عند اول قطره من دمها. ای فاطمه برخیز و در حضور قربانیت باش، ببین شرکت کن در این انجام این عبادت، همانا به اولین قطره خون او که در زمین میریزد گناه تو مغفرت میشه. حکم قربانی باشد، حکم فقهی آن واجب است، یعنی عملا حتمی و ضرور است که شخصی که دارای نصاب است این عبادت را انجام دهد. و برای انجام ندادن آن نیز وعید آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابن ماجه روایت کردند فرمودند: من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. چنین تنبیه شدید کردند، گفتند شخصی که امکانیت دارد، نصاب دارد، ولی قربانی نمی کند به نمازگاه ما حاضر نشود. یعنی آن را از نمازگاه، از گزاردن نماز عید گویا راندند، به نمازگاه ما حاضر قریب نشود، نزدیک نشود. در حدیث دیگر آمده که آن را نیز امام ابن ماجه روایت کردند، زید بن ارقم میگوید از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند: یا رسول الله ما هذه الاضاحی؟ این قربانی چه حکمت دارد، از کجا آمده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدر شما ابراهیم خلیل الله است. قالوا فما لنا یا رسول الله، از این چه ثواب به ما حاصل میگردد؟ قال بكل شعرة حسنه، به هر تار موی آن برای شما ثواب نوشته میشه. اینجا چند مسئله متعلق به قربانی است که شخص مکلف میباید آن را داند، آموزد. نخست این که داند که قربانی 3 شرط دارد. شرط نخستش نیت کردن، یعنی شخصی که میخواهد قربانی کند باید به نیت قربانی ذبح کند، یا به نیت قربانی مال را خریده باشد. اگر به نیت قربانی خریده باشد هنگام ذبح نیت هم نکند، آن نیتی که وقتی خریدن کرده کافی است. مهم یا وقتی خریدن مال و یا وقتی ذبح آن نیتش نیت قربانی باشد. نیتی به دست آوردن گوشت یا نیت هر نیت های دیگر که مردم در ذبح جانور میکنند، نه اون نیت ها نه، بلکه خاص نیت قربانی باشد. زیرا در دین قاعده معروف است: انما الاعمال بالنیات، اعتبار هر عملی و ثوابی که از آن حاصل میگردد وابسته به نیت صاحب آن عمل است. شرط دوم قربانی این که از عیبها سالم باشد، یعنی مالی که ذبح کرده می شود به عیب باشد که عیبها را اندکتر نامبر خواهیم کرد. شرط دیگری قربانی این که قربانی در وقتی تعیین کرده شریعت باید صورت گیرد، یعنی ابتدا از روز دهم ذوالحجه، روز یکم عید قربان، بعد نماز عید آن هم روز دوم عید و روز سوم عید. در این 3 روز باید قربانی کرده شود. از بیگاهی روز عید یا قبل از نماز عید اگر ذبح کرده شود قربانی به حساب نمی رود. بعد نماز عید و روز بعدیش و روز سومش و یا شبهای داخل این 2 روز، شب یکم نه، شب آخر نه، بلکه 2 شبی که در میان است، گرچند که در شب بعضی فقها ذبح کردن رو مکروه گفتن اما جایز می شود. این سنت است که شخصی که قربانی میکند این دعا را به هنگام قربانی کردنش بخواند: اللهم منک ولک، پروردگارا این مال تو از، رزق تو است و اینو من برای تو به خاطر تو قربانی کرده ایستادم.
و این چنین میگوید اللهم تقبله منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی الله علیه و سلم و خلیلک ابراهیم. پروردگارا این قربانی رو از من آنگونه که از حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم و از خلیلت ابراهیم علیه السلام پذیرفتی، از من نیز بپذیر. و اگر از نام کسی قربانی کردنی باشد، نام آن کس را هنگام ذبح باید بگیرد. پروردگارا این قربانی فلانی است گفته ذبح کنید. مسئله دیگر این که قربانی بر آن کسی که نصاب زکات دارد بر آن کس واجب است. اگر چنین مالش 1 سال نشده باشد، 1 سال عمر ندیده است، اما همین که دارای نصاب است و آن پول از نیازهای اساسیش بیرون است، زیادتی است، براش واجب است که قربانی کند. مسئله دیگر این که فقها میگویند شخصی که دارنده باشد، امکانیت مالیش بهتر باشد، خوب است، مستحب است که از پیوندان نزدیکش که گذشتند، از دنیا رفتن، از نام آنان قربانی کند. از نام پدرش، مادرش، خاله و عمه و هر کسی که میخواهد از نام آنان قربانی کند و ثوابش را به آنان ببخشد. مسئله دیگر این که فقها میگن شخصانی که در شهر نشینن حتما باید بعد نماز عید قربانی کنن. اگر پیش از نماز ذبح کنن، ذبحشون هم تو ذبح عادی، گوشت عادی خوردن، قربانی به حساب نمی رود. اما شخصانی که در دهات باشن و آنجا نماز جمعه و جماعت ها و عید برپا نمی شود، فقها میگن اجازت دارن بعد طلوع بامداد، بعد صبح دمیدن میتونن قربانی کنند. و اگر شهرنشینی قربانیش رو در دهات ذبح کردنی باشد، آن نیز میتواند بعد دمیدن صبح روزی 10 ذوالحجه، روز عید قربان، اجازت است که ذبح کند. آخری وقت قربانی در آمدن شام 12 ذوالحجه است، یعنی روزی سومی عید قربان. همین که شام شد وقت قربانی به پایان میرسد، بعد این دیگر قربانی جایز نمیگردد. مسئله دیگر این که شخصی که مسافر است، یعنی کمتر از 15 روز در شهر مسافر است، برای او قربانی کردن واجب نمیگردد. اما اگر چون این نفر پیش از شام 12 روز ذوالحجه به خانه اش رسد، برایش واجب میگردد که قربانی کند. فقها میگویند بهتر این است که شخصی که میخواهد قربانی کند آنها به دست خود قربانی کند، مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند. اما اگر ذبح کرده نمیتواند، کسی دیگر را خواهش کند یا کرا کند و بهتر است که خودش حاضر باشد، در حضور خودش عبادت انجام پذیرد. مسئله دیگر این که شرط نیست شخص نیت قربانی را به زبان تلفظ کند. همین که به نیت قربانی مال را میخرد یا به نیت قربانی مال را میخواباند، میخواهد ذبح کند یا ذبح کناند، همین نیت قلبش کفایه است. مسئله دیگر این که آن مال را که برای قربانی جدا کرده شخصی و یا خریداری کرده آورده، مکروه است که از آن بهره دیگری برد. مثلا شتر باشد، سوار شدن آن مکروه است. گاو باشد، اگر جوشیدن و استفاده کردن شیر آن مکروه است. و اگر بجوشد باید آن شیر را صدقه کند. و اگر بخورد، بنوشد، به مقدار مبلغ آن شیری که تناول کرده باید صدقه کند. بهترین از فقها میگویند که پیستان آن گاو را با آب سرد، یعنی آب بپاشد تا شیرش دوباره باز پس گردد. اگر ضرور حتمی باشد که آن را بجوشد، جوشیده صدقه کند. مسئله دیگر این که قربانی از 3 نوع مال جایز میگردد. مال میده که شامل بز و گوسفند است و گاو و اینچنین شتر. و این نوعها البته که نرینه و مادینه را در بر میگیرد. از این 3 نوع میباید قربانی کرده شود. از آهو و این چیزها قربانی جایز نیست، اینچنین از مرغ قربانی کردن جایز نمیگردد. مسئله دیگر این که اگر مال قربانی گوسفند یا بز باشد، تنها از یک کس میتواند جایز گردد. اگر 2 نفر یا 3 نفر در یک گوسفند یا در یک بز شریک شوند، از هیچ کسی آنان قربانی جایز نمیگردد. اما اگر گاو باشد یا شتر باشد، تا 7 کس میتوانند شریک گردند. یعنی از 2 کس تا 7 کس میتوانند، 4 کس شریک شود، میتواند 5 کس شریک شود تا 7 کس. اما اگر 8 کس شریک شوند، از هیچ یک آنان قربانی جایز نمیشه. اگر 2 نفر و یا بیشتر از 2 نفر تا 7 نفر، یعنی در مال کلان شریک شده قربانی خواهند کنند، میباید نیت همه آنان قربانی باشد. اگر 1 نفر در میان نیتش قربانی نباشد، مقصدی به دست آوردن گوشت مثلا شریک شده باشد یا غیر مسلمان باشد شریک آنان شده باشد، قربانی از هیچ یک آن 7 نفر جایز نمیگردد.
مسئله دیگری این که شخص اگر مالی را خریداری کرد و این مقصد که تنها خودش آن را قربانی کنند، مال کلانی را، البته گاوی خرید مثلا، اما بعد 2-3 روز چند نفر پیدا شدند و خواهش کردند که آنها را همراه کنند در قربانیش و در یک جایگی شریک آن مال شده قربانی کنند. اگر آن شخص توانگر باشد، دارنده باشد، میتواند دیگرها را شریک آن مال کند و در یک جایگی در همراهی آن مال را قربانی کند تا 7 نفر. اما اگر آن شخص فقیر باشد، این مال را خریداری کرده باشد به مقصد قربانی کردن تنها از خودش، بعد خریداری کردن دیگران را با خود همراه کرده نمیتواند، زیرا فقیر هر مال را که میخرد، چه خرد باشد چه بزرگ، مثل نظر واجب میگردد که آن را قربانی کند، بنابراین نمیتواند دیگران را همراه خود سازد. این چنین مسئله دیگری که به این مسئله سابق مانندی دارد، شخص مالی را خریداری کند که آن را قربانی کند، به مقصد قربانی خرد و مال را دزدیده شود و یا گم شود، سپس مال دیگری را بخرد تا در جای آن را قربانی کند و مال اول را پیدا کند. مال اول پیدا شود، هر دو پیدا شود. اگر دارنده باشد یکی را قربانی میکند، اما فقیر باشد باید هر دو را قربانی کند. اگر یک چند نفری در یک قربانی شریک شده، همراه شده قربانی کنند، بعد ذبح آن میباید آن را وزن کشیده برابر تقسیم کنند. اگر آن را تخمینا بدون برکشیدن تقسیم کنند جایز نیست. مسئله دیگر مسئله سن و سال مال قربانی است که شریعت عمری معینی برای هر مال تعیین کرده. اگر مال خرد است، بز و گوسفند باشد، میباید 1 ساله را پر کرد، در سال دوم قدم نهاده باشد. و استثنای گوسفند که اگر برای فربه باشد، بزرگ باشد، از 6 ماه بالا باشد جایز است قربانی کردنش. اما به این شکل، به این شرط که در میان گوسفندان 1 ساله اگر گذاشته شود فرقش کرده نشود، چنان فربه باشد، یعنی بزرگ باشد که از گوسفندان 1 ساله فرق نمی کند. اما اگر فرق کند جایز نیست. اگر مال قربانی گاو است می باید 2 سال را پر کرده در سال سوم قدم مانده باشد. اگر شتر است باید 5 سال را پر کرده باشد. مسئله دیگر اینکه مالی که قربانی می شود باید از عیب‌ها سالم باشد. عیب‌هایی که در احادیث بعضیش بیان شدن و بعضی دیگر را فقها با آن عیب‌ها قیاس کردند. از جمله آن عیب‌هایی که مانع قربانی کردن این مال است اینکه چشم مال کور باشد و یا اینکه شاخش از بیخ شکسته باشد یا گوشش از بیخ بریده شده باشد یا پایش شکسته باشد یا سخت لنگ باشد به این درجه که به 3 پا قدم نهد یا دمش از نصف کمتر و یا گفته بعضی فقها از 3/1 کمترش مانده باشد، اکثرش یعنی بریده شده باشد. این چنین مالی که از بیماری ها سالم است ولی خیلی خراب است، این چنین در قربانی جایز نمی شود. اما اگر مال آنگونه مالی باشد که خلقتاً خودش شاخ ندارد، در اصل شاخ نداشته باشد، باکی ندارد، جایز است قربانی شود. و یا آن مالی باشد که گوشش سوراخ کرده شده باشد یا گوشه از گوشش به حیث علامت و نشانه بریده شده باشد، اندکی این عیب ها مانع قربانی نمیگردند. مسئله دیگر این که شخص مال را خریداری میکند، در وقت خریداری مال از این عیب ها سالم است، اما وقتا خانه میآورد به یکی از این عیب ها گرفتار میشد، پای او میشکند یا چشمش کور میشود. در این حالت اگر شخص فقیر باشد آن قربانی را جایز است که به آن شکلی که عیب دار شده قربانی کند، صحیح است، جایز است. اما اگر دارنده باشد باید قربانی دیگری جای آن قربانی کند. پوست قربانی را نیز شخص قربانی کننده می باید یا خود آن پوست را صدقه کند و یا آن پوست را بفروشد و آن پولی که به دست می آورد باید آن را صدقه کند. مسئله دیگر این که شخص قصاب را آورده اگر قربانی کند نباید حق خدمت قصاب را از گوشت مال قربانی دهد یا پوست مال را همچون حق خدمت قصاب دهد. نه، باید با قصاب حساب علاهیده کند، حق خدمتش را پرداخت کند و این گوشت را باید صدقه کند. اگر به قصاب نیز میخواهد صدقه کند البته حق دارد، اما همچون حق خدمتش ندهد. شخصی که دارای نصاب است و قربانی برایش واجب است و روزهای قربانی میگذرد و قربانی نمیکند، برایش واجب است که به مقدار مبلغ مال قربانی صدقه کند. البته که قربانی برای شخص واجب است که نصاب داشته باشد.
آن مقدار مبلغ معینی که شریعت تعیین کرده. شخصی که قربانی میکند در تقسیم گوشت قربانی خود آزاد است. میتواند همه‌اش را برای خود باقی گذارد و یا میتواند همه‌اش را صدقه کند و یا اینکه یک قسمتش را برای خود گذارد، یک قسمتش را صدقه کند. مسئله دیگر این که از نام شخصی وفات کرده جایز است قربانی کرده شود. هر کس میتواند از نام پدری گذشته‌اش، مادرش، بابا، بیبیش قربانی کند و اینچنین آن گوشت را میتواند از آن یک قسمتش را خودش خورد و یا صدقه کند به آن شکلی که گفته گذاشتیم. اما اگر آن شخصی وفات کرده وصیت کرده باشد که بعد مرگ من از مال من قربانی کنید، در صورتی که وصیت شده باشد شخصی که قربانی میکند برای او حق ندارد که از آن گوشت خود تناول کند و همه آن گوشت را صدقه کند. مسئله دیگری که به آن برنامه را خاتمه بخشیم این است که اگر یک چند نفر در یک قربانی شریک شده قربانی کرده باشند و خواهند همه گوشت آن را به فقیران و بینوایان صدقه کنند، بعد ذبح آن شرط نیست آن را تقسیم کنند میان هم. مادام همه گوشت آن را میخواهند صدقه کنند، بعد ذبح آن بدون تقسیم جایز است که آن را به فقیران تقسیم کنند. این بود دوستان عزیز چند مسئله در اطراف عبادت قربانی. این شعار بزرگ اسلام، این سنت خلیل الله ابراهیم علیه السلام که امید داریم از آن بهره حاصل گشته باشد، به امیدی رسیدن به 10 روزی بزرگترین سال 10 ذوالحجه و به امیدی قبول همه انواع طاعتها به خصوص عبادت قربانی در پناه خداوند باشیم.